خانم‌های افغان ای پیام ببینین. کسایی که در فامیل خود تاریخچه سرطان سینه را داره، اونا باید متوجه باشند که وقتاً نزد دکتر مراجعه کنند و امکان ارثیت اگر باشه حداقل هر 6 ماه باید معاینه نزدشان صورت بگیره. سرطان کشنده هست، خصوصا سرطان سینه. علت دوم مرگ و میر در سطح جهان به زنان تشکیل میده. در غیر از او خانم ها میتونه هر ماه یک بار در یک تاریخ معین نظر به حالت ماهوار خود سینه خودشان معاینه کنن و در صورت دریافت به دکتر مراجعه کنن. ارقامی که موجود است نشان میده که در کشور مانند امریکا در 8 زن یک زن در طول عمر خود به سرطان سینه مبتلا میشه. این ارقام در جوامعی که مانند افغانستان بیشتر است. فقر، نداشتن سواد کافی، عدم دسترسی به خدمات صحی، علت تشخیص ناوقت و عدم تداوی را نشان میده که سبب مرگ زنها میشه. همچنان تقریبا در امریکا 49% زنها از سبب فقر و ناداری دیرتر مراجعه میکنند که خود فاکتور بسیار منفی بالای تداوی است. در سال که میآید 30% تشخیص نزد زنها را تشخیص سرطان سینه تشکیل میده. سرطان سینه نه تنها در زنان هست بلکه در نزد مردا همچنان میتونه باشه، اما سیر وخیم داره و تقریبا 1/4 از اونا تلف میشن. این پیام به تمام زنان و دختران افغان برسونه. تشکر.